خیلی خوشحالیم که با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستیم. یک ویدیوی جالب و دوست داشتنی از این ویدیوی قبلی که گذاشتیم دلیر نظروف چکی چکی بارون بود. خب اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم، برید ببینید. و به خاطر اینکه اون آهنگ خیلی بازخورد خوبی داشت و خودم هم خیلی خوشم اومد و فهمیدم طرف این کار است دلیر نظروف، یا آهنگ دیگه از دلیر نظروف آوردیم به اسم بیایید. آره بیایید، نه بیایید فارسی ما بیایید. اصلا زبان سلیس و شیرین تاجیکی و پارسی غلیظ. وقتو تلف نکنیم، بریم سراغ دلیر نظروف. بیایید. قبل از این یه چیزی بهت بگم عزیزم، دلیر نظروف خب یه آدم خیلی خفنه، بازیگرم حتی بوده، یعنی توی یه سری فیلم‌ها بازی کرده و از آهنگاش توی فیلم‌ها هم بچه‌ها استفاده کردن. بعد اینکه یک نکته خوبی که راجبش خوندم این بود که اون دوره‌ای که جنگ داخلی رخ داده بود توی تاجیکستان، با آهنگاش خب سعی کرده بود میدونی حفظ کنه وحدت و همبستگی بین مردم. و این خیلی آدم خوبیه، میتونسته از یه جناح سوء استفاده کنه و پیشرفت کنه، ولی یه کاری کرده که همه دوستش داشته باشن، از روستایی بگیر تا شهر بگیر تا خارج از کشور بگیر بچه بگیر، همه دوستش دارن با آهنگاش و خاطره دارن. منم که بهش علاقه‌مند شدم و بریم ببینیم که آهنگ بیایید چطوریه. لایو کنسرتش هم هست بچه ها، ولی خب کنسرتش نمیدونم کجاست. Let's go. اوه شیت اصلا یعنی خوب شروع میکنه، عالی شروع میکنه، مثل حرفه‌ای‌ها شروع میکنه. ملو باریکلا، روح و نوازش میده. میدونی چی میگم؟ میفهمی؟ جانم جان آخ ببخش. به چقدر ملودی خفنی برای موسیقیش انتخاب کرده. ببین این سبک موسیقی به گوشت آشنا میاد. ببین اگه دقت کنی خب من یه سری ضرب‌هایی توی این موزیکا حس کردم که توی ایران خودمون هم هست. حالا بذار یک ذره بگذره جلو ببینم میتونی متوجه بشی خودت یا نه مال کدوم قسمت از ایرانه. اگه فهمیدی جایزه داری. شما هم اگه فهمیدید کجاست زودتر حتما کامنت کنید که میدونستید، چون من میتونم چند دقیقه دیگه میگم ببینم عزیزم میفهمی یا نه. چه گیتار خری. موسیقی سنتی ایرانی هم توشه بچه‌ها. اوه چه پیر شده نسبت به آهنگ قبلیه که دیدیم. اون چکی چکی خیلی تفاوت سوال بود داشت با این. اینو خورده کم کن. چه خوبه. بذار من خودم خیلی خوبه، خیلی خوبه این بچه. این اصلا بچه که دیگه بالا کجا اومده؟ چرا اینقدر دیر باش آشنا شدیم؟ اصلا آرامش آفرین خیلی خوب بود. آره خیلی تمیز میخونه. واقعا عالی میخونه. تا الان واقعا یکی از کسانیه که خیلی باشه ارتباط گرفتم. آره نفهمیدی بودی اسمار کجاست؟ یس من تار به تار کارهایی که داره میکنه رو قصلا گوشام حس میکنه که از چه ضربایی. این فاز آهنگش به سمت جنوب ایران میخوره. خب آره ولی مثل بندرعباسی‌ها همچین ضربی همچین چیزیه تو موسیقیاشون دارن. اگر تونستم پیدا کنم که این گوشه براتون میذارم ببینید، ولی اگر نتونستم دیگه ببخشید، ولی خیلی شبیه مونه. بندری طوره، میدونی حالت بندری هم داره. این چیه؟ بچه ها این اسم این گیتار رو میدونید چیه شما؟ من خیلی شبیه کنجکاوم به چقدر کلوفت سیماش، بعد صدای خفنی داره. روح و نوازش میده.
خیلی خوبه. آدم حس میدونی وقتی که تو غرق موزیک میشی یعنی واقعا از ته دلت این آهنگو خوندی. آها دوباره از اول همه شهر مشهوره به چی آوازن در آستانم به به چقدر خوب عوض کرد. نوت پایین بود، خیلی پایین داشت میخونه اولش، یهو اومد بالا خیلی خفن و تمیز. دیدبان دیگر با زیتنگی دوباره اومد پایین، دیدی از اون بالا قشنگ نوستالژی کلاسیک خیلی تمیز داره. یه حالت اون ضربایی که داره میزنه، یه حالت صدای دف هم میتونه استفاده کنه در کنارش، قشنگه، یعنی همین چیز صدایی داره. بیایید همه رو کی گلزار دمیده که گلزار رمیده است، دمیده است. آرمیده. مثلا رمیده رو میتونه به اسم، چون من شنیده بودم توی شعر به عنوان مثلا آرمیده رو میگفت رمیده است. گیتارش چه جالبه. آره نگاه. سینه‌اش هم افتاده رو گیتار. نه نگاه چطوریه. رنگش چیزه، رنگ نداره، چوبه. اینا هم داشتن. خیلی باحال. که دل دار موسیقی زیباترین چیزی که توی دنیا هست. واقعا. موسیقی خوب اینجوری. آها ببین تو وقتی این کاره باشی، خودت همه چی رو بلد باشی، همچین چیزی در دقیقاً. آهنگسازیشو خودت میکنی، خودت لیدریشو انجام میدی، اصلا میری توش. اینجوری که این رفته توش چه حالی میده خودت یه آهنگ اینجوری بسازی. همه چی عالی. کی از یار بیمانده است برای یار بگیریه. خیلی خوب توی این سن به اوج میره. کی از یار بریده هنر رو توی 5 متر صحبت جا، از هنر میشه. 5 نفر تو 5 متر جا بهت نشون میدن هنر چیه. کی از یار بدون یه ذره باگ، اصلا باگ نداره. بیایه کی گلزار دمیده بیایه. بابا توی میدونی چرا بچه‌ها ما زیاد متوجه نمیشیم این حرفای خیلی خاص و خیلی‌ها میان تو کامنت میگن مگه فارسی نمیفهمیم مگه فلانه. ما اصلا شما باید برگردید به آموزش و پرورش کشورتون. ما همین زبون فارسی هم داریم حرف میزنیم، مدیون کف خیابون و صحبت کردن با هم دیگه ایم. وگرنه توی فارسی ما خب بود، خدایی بود، مثلا شعر بود، فلان بود، ولی میدونی یه جوری به ما یاد ندادن که بفهمیم. صحبتمون اونجوری نیست که مثلا الان بگم که گلزار رمیده است، که گلزار دمیده است، اینا همش داره تو ذهنم میاد که کدومشه. ولی خب متوجه نمیشم. به خاطر همین از شما کمک میگیریم که بهتر بعداً آشنا بشیم که دیگه راحت تر باشه. مثلا اون آهنگ چکی چکی یه جاش بود اون اسم چی میگفت؟ نازیلا. آره نازیلا، همچین چیز، نازیلاله، نمیدونم همچین چیزی بود که اسم تو ایران اسمه، اما توی زبان پارسی یه فعله. خیلی باحال بود. که دل دار رسیده است بیایه کی گلزار دمیده که گلزار دمیده است.
باید شعر بخونیم که بچه‌ها. دلدار رسیدم بالا بالا باریکلا عالی. رگش زد بیرون، خیلی رگ خوب چشش. بود. آره خیلی خوب بود. بعد اصلا دیدی نگاه با تکون دادن سرش خیلی راحت. آره. هنرمند دیگه، خوشم میاد از ناموسن، خیلی خفنی. این گیتاره من خیلی باحاله، نمیدونم سیم اینقدر. ببین اون یه خورده یه ذره صدا شبیه دیوانه. دیوان یه سازیه که عکسشو اینجا براتون میذارم، صدا شبیه اونه، دین 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 دین. اصلا بعد تازه اونجا باشی لایو اینو ببینی گوش بدی چه عشقی میکنی. اونا که اونجا خوش به حالشون واقعا. وای هیچ موقع اینقدر موسیقی رو حس نکرده بودم. خیلی تمیزه. اصلا ملودیای اینجوری خیلی خوبه، عالیه واقعا. بچه‌ها خوش به حالتون، چه خواننده‌ای دارید. ما هم داریم شجریان. این هم از آهنگ Спасибо большое, спасибо. اسپاسیوا فکر کنم تو روسیه گذاشته کنسرتشو. پشمام تو روسیه. فرض کن نگاه کن، تاجیکستان چیز بوده دیگه، مستعمره روسیه بوده یه دوره شوروی. خب بعد الان با قدرت زبون فارسی رو وسط کنسرت میبره و میخونه، همه عشق میکنن. که کوچولو میزنی عقب‌تر ببینم. اسپاسیوا گفت. آره اسپاسیوا خیلی باحال گفت. Спасибо большое, спасибо. اسپاسیوا چه صدای تمیزی آره، داری. my بابا friends. کلا، بابا باریکلا. بچه‌ها خیلی خفن بود واقعا توی این چند وقت اخیر. حتی از چکی چکی بارونم خیلی قشنگ بود. خیلی. نه اونم خوب بود. اونم خوب بود ولی از اونم قشنگ بود. به نظر من خیلی خفن بود. دمت گرم واقعا دلیل نظرف. از اینجا یه قلب بزرگ براتون میفرستیم که اینقدر آدم بزرگ و خوبی هستی که هم به فکر میهنتی هم اینقدر خفن کار میکنی. اگرم شما این ویدیو رو دوست داشتید بچه‌ها لایک کنید. این مگست میگیرم بالاخره. آره. تکونت میکنم. آره از صبح داره من اذیت میکنه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. و اگر همچین آهنگای خفن و خوبی بچه‌ها، آهنگای واقعا خوب، آهنگ خوب، نه یا آهنگ معمولی که حداقل خودت دوستش داری، حالا اونم پیشنهاد بده ولی خب ما کمتر میتونیم اونا رو بریم. قوی. آره یه آهنگ قوی که اینجوری منو به وجد بیاره. و خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو نگاه کردید. از اون دوستانی که تا اینجا ما رو نگاه میکنن خیلی دوستتون داریم. همیشه کامنت میذارن و همیشه من سعی میکنم جواب تمام کامنت ها رو بدم و خیلی دوستتون دارم. سعی کنید انگلیسی یا فارسی بنویسید، چون یوتیوب من متاسفانه قبلا ترجمه میکرد ولی بعضی موقع دیگه ترجمه نمیکنه، نمیفهمم چی میگید به روسی که مینویسید. ولی خب ممنونیم بابت همه چیز و خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.